سرچ هوایی و سرچ زمینی برای پیدا شدن 3 غرقی شهرستان رامسر، 3 نوجوان. با توجه جستجوهایی که انجام شد بعدش حدوداً 2 ساعت اولین پیکر پیدا شده و ناجیان دارن میاننش بیرون. متاسفانه آمبولانس خوش میرین آوتی. بعد از حدوداً 2 ساعت جستجوی ناجیان و عوامل هلال احمر و همچنین عوامل هوایی که از بالا منطقه رو بازدید کردن و خدا رو شکر یکی از کسایی که غرق شده بود رو پیدا کردن و توسط عوامل اورژانس دارن انتقال میدن به بیمارستان.